دعای سوم. صلوات و درود بر حاملان عرش الهی. خدایا درود فرست بر حاملان عرش خود که در تسبیح تو سستی نمی کنند و از تقدیس تو دلزده نمی شوند و از پرستش تو در نمی مانند و در فرمان برداری تو به جای کوشش کوتاهی نمی ورزند و در عشق ورزی به تو لحظه‌ای غفلت نمی کنند. و درود فرست بر اسرافیل، آن فرشته صاحب سور که چشم به راه فرمان تو منتظر است تا با یک دمیدن مردگان خفته در گورها را بیدار کند. و درود فرست بر میکائیل که در پیشگاه تو والا مقام و در فرمان برداریت بلند مرتبه است. و درود فرست بر جبرائیل که امانتدار وحی توست و ساکنان آسمان فرمان بردار اویند و نزد تو ارجمند و از مقربان درگاه است. و درود فرست بر روح، آنکه بر فرشتگان مأمور حجاب ها گماشته شده است. و درود فرست بر آن فرشته که جز تو کسی بر اسرار وی آگاه نیست. بر همه ایشان و فرشتگانی که فروتر از آنهاگند درود فرست. فرشتگانی که ساکن آسمان ها و امانتدار پیغام های تو اند. فرشتگانی که از کار خسته نمی شوند تا از آن دل زده شوند و سختی نمی کشند تا درمانده و سست گردند و خواهش های دل آنان را از تسبیح تو باز نمی دارد و فراموشی که نتیجه غفلت هاست از بزرگ داشته تو دورشان نمی سازد. فرشتگانی که از فروتنی دیده بر هم نهاده اند و چشم آن ندارند که تو را نگرند، سر به زیر افکندند و شوقشان به آنچه نزد توست بسیار است. شیفته آنند که نعمتهای تو را به یاد آورند و ایشان در برابر بزرگی و بزرگواریت فروتن باشند. چون به آتش دوزخ بنگرند که چگونه گناهکاران را به کام خود فرو میبرد، گویند پروردگارا تو پاک و منزهی و ما تو را آنگونه که شایسته توست پرستش نکرده ایم. خدایا اینک بر ایشان درود فرست، همچنین بر فرشتگان رحمت خود و بر آنان که مقرب درگاه تو اند و بر آنها که پیامبران تو را از غیب آگاه می کنند و بر امانتداران وحی خود. و درود فرست بر آن گروه از فرشتگان که ایشان را ویژه خود ساخته ای و به سبب تقدیس خود از خوردن و آشامیدن بی‌نیازشان کرده ای و در میان طبقه های گوناگون آسمان جایشان داده ای
و درود فرست بر آن فرشتگان که وقتی فرمان تمام شدن وعده خداوند فرا رسد بر کنارهای آسمان ها گوش به فرمان قرار گیرند. و بر آنان که خزانه‌دار باران و روان کنندگان ابرهایند و بر آن فرشته چون ابرها را براند بانگ تندرها به گوش رسد و چون ابرها به تازیانه او به راه افتند آذرخش‌ها بدرخشند. و بر آن فرشتگان که برف و تگرگ را همراهی می کنند و با دانه‌های باران به زمین می آیند و آنان که نگهبان خزانه‌های بادند. و کسانی که مراقب کوه‌هایند تا فرو نریزند. و درود فرست بر فرشتگانی که وزن آبها و پیمانه بارانهای بسیار و پی در پی را به ایشان آموخته ای. و بر فرشتگانی که آنان را با بلایی ناگوار یا نعمتی گوارا به سوی ساکنان زمین می‌فرستی. و آن سفیران گرانقدر نیکوکار و آن بزرگوارانی که نگهبان و نویسنده کارهای ما هستند. و درود فرست بر فرشته مرگ و یارانش و منکر و نکیر و رومان که ساکنان گورها را می‌آزماید و آن فرشتگان که گرد بیت المعمور طواف می کنند. و بر مالک و نگهبانان دوزخ و بر رضوان و خدمتگزاران بهشت. و درود فرست بر فرشتگانی که از فرمان خدا سر نمی پیچند و به آنچه فرمان داده شوند عمل می کنند. و آنان که به اهل بهشت می گویند سلام بر شما که شکیبایی ورزیدید، دنیا چه سرانجام نیکویی دارد. و درود فرست بر فرشتگان زبانی که چون فرمانشان رسد که بگیرید آن گنهکار را و به زنجیرش کشید و در دوزخ افکنید شتاب کنند و بیدرنگ او را در آتش اندازند. و بر فرشتگانی که نامشان را نیاوردیم و مرتبه ایشان را نزد تو نشناختیم و ندانستیم آنان را به چه کاری گماشته ای. و بر فرشتگان ساکن هوا و زمین و آب و آنان که کار آفریدگان تو را سامان می دهند و پیوسته نگهبان و همراه ایشانند. خدایا بر آنان درود فرست در آن روز که هر کس با دو فرشته به محشر می آید، یکی می کشاندش و دیگری بر کارهای او گواهی می دهد. بر آنان درود فرست چنان درودی که بر کرامت و پاکیشان کرامت و پاکی دیگر افزاید. خدایا چون بر فرشتگان و فرستادگانت درود فرستادی و درود ما را به ایشان رساندی، بدان سبب که سخنان نیکو درباره آنان بر زبان ما جاری کردی، بر ما نیز درود و رحمت فرست
که تو بخشنده بزرگواری.